سلام دوستان، مهدی آلفا پلیس هستم و امروز قصد دارم تا داخل ویدیو آموزش پولدار شدن در دریم لیگ 2024 رو براتون قرار بدم. بریم سراغ این ویدیو. خب دوستان، شما اول از همه نیاز به این دارید که به فیلتر شکن متصل بشید که من فیلتر شکن فالکون رو بهتون پیشنهاد میکنم و اینکه فایل دانلودش رو هم داخل کانال روبیکا قرار میدم با آیدی مهدی آلفا پلیس که داخل توضیحات همون کپشن این ویدیو هم من فایل دانلودش رو براتون قرار میدم. و اینکه شما به انگلیسی داخل روبیکا سرچ کنید مهدی آلفا پلیس هم براتون میاره، داخل گوگل هم سرچ کنید کانال روبیکا رو براتون میاره. اگه از داخل کپشن نتونستید وارد بشید، فالکون رو بهتون پیشنهاد میکنم چون که من واقعا در بدترین شرایط ممکن اینترنتم، یعنی خیلی ضعیف اینترنت گوشیم و اینکه این فیلتر واقعا با اینکه اینترنت من اینقدر ضعیفه واسه میشه بهتون ضعیف دانشو بخوام بهتون بگم ایتها رو برام وا نمیکنه این فیلتر این اینترنت هم کلا، ولی به این فیلتر کاملا وصل میشه. فیلتر خیلی خوبیه واقعا. ما برای پول داشتن داخل لیگ 2024 13 تا راه داریم که دونه بهتون میدم. الان شما ببینید من فیلتر همیانا واسه کردم فری کوین که این بالا نوشته روی صفحه رو بهم نمایش نمیده و اینکه نمیتونم ازش استفاده کنم. اگه شما خواستید که از به فیلتر وصل بشید و از ویدیوهایی که میبینید پول در بیارید، نیازه که یک دست بازی کنید. از دست بعدش این یه نکته است، بهتون تبلیغات رو نشون میده و اینکه میتونید از اون تبلیغات ها استفاده کنید. پس اگه فیلتر رو بس کردید هیچ تبلیغاتی براتون نمی آورد، یک دست بازی کنید، از دست بعد بهتون اون تبلیغات رو نشون میده و اینکه شما میتونید اون پولا رو دریافت کنید. بریم سراغ این 13 تا راهی که وجود داره. یک این که آقا شما بازی‌ها رو که انجام میدید آخر سر بهتون نگاه کن بونز نوشته، بعد کلیم اینجا یه سری سکه های رایگان بهتون میده. با دیدن فیلم میتونید این سکه ها رو دریافت کنید که برای من بعضی وقتا حتی تا 200 هم بوده این سکه ها. من که الان میبینید من 100 تا از این سکه ها بهم داد و اینکه دیدن این ویدیو رو ببینید الان 100 تا سکه بهم داد و اینکه 110 تا هم از خود این بازی من پول به دست آوردم به خاطر مکس بودن استادیوم و اینکه استادیوم هم توی بازی هم تو ورزشگاه خونگی اون برگزار شده. پس یکی از اون راه‌ها شد که آقا شما بیاید با آخر بازی ویدیو رو ببینید و اینکه اون سکه‌اش رو دریافت بکنید. راه دوم اینه که این بالایی که الان دارم نشون میدم بعضی وقتا نوشته که فری کوین. حالا الان من چون یه بار ویدیو دیدم دیگه دفعه دوم بهم نشون نمیده. اینجا فری کوین رو بزنید و سکه دریافت کنید همینجوری الکی. راه بعدی اینه که شما وارد بخش سیزن پس بشید و اینکه فری پس رو کامل کنید، اون چیزاشو، اون امتیازاشو تا اون پولا رو دریافت کنید. آخر سر هم که بهتون یه دونه با کارت بازیکن آبی میده برید دریافت کنید. بخش بعدی بازی در کرره که شما اینجا میتونید بازی کنید برای و اینکه بازی کنید و پول به دست بیارید. آخر بازیاتون هم ویدیو ببینید و یه پول بیشتری دریافت کنید. بخش بعدی این بخشه که از پارسال اضافه شد. شما اینجا میتونید بازی کنید تا 75 تا سکه به دست بیارید، بازی رو ببرید، 75 تا بهتون سکه میده. بخش بعدی بخش دریم لیگ لایو هستش که خودش الان این بخش که دارم بهتون نشون میدم بخشی که دریم لیگ چالش میذاره. الان مثلا چالش اینه 100 تا سکه بده، اگه قهرمان بشی بهت 1500 تا سکه میده و یه دونه هم ایجنت طلایی بهتون میده. و اینکه یکی هم هستش که شما لایو بازی کنید و لایو بازی کردن بهتون پول میده. آخر سر هم میتونید ویدیو ببینید و یه پول بیشتری رو دریافت کنید. بخش بعد دریم درفته. آقا این دریم درفت داخل دریم لیگ 2024 اضافه شده و اینکه میدید برای من داره میچرخه نمیتونم ازش استفاده کنم. دریم درفت اینطوریه که شما میتونید ازش الماس بگیرید، پول بگیرید، سکه بگیرید، اما باید شما پول دلاری پرداخت کنید. من طبق تحقیقاتی که داشتم داخل یوتیوب، اینترنت و هر کجای دیگه دریم درفت اینطوری که اگه بخوای ازش استفاده کنی باید چیکار کنی؟ باید پول دلاری واقعی بپردازی تا بتونی وارد این بازی‌ها بشی. بخش بعدی بخش اگزیبیشن هست که اینجا من بهش میگم بخش تمرینی. وارد بخش اگزیبیشن هم بشید با یه تیم دیگه بازی میکنید و اینکه ببرید بازی رو بهتون یک سری پول هم میده. پولش خیلی کم ولی پول میده. بخش بعدی چالنجز که داخل دریم لیگ 2024
4 تا گزینه شده چالش زیاد پیشرفت کرده. ببینید یکی دیلیه، یکی ویکلیه، یکی کرره، یکی دریم لیگ لایوه که اینا یه سری چالش میذاره، چالش‌های روزانه میذاره براتون، چالش‌های هفتگی، چالش‌هایی که داخل بخش کرر هست و اینکه چالش‌هایی که داخل دریم لیگ لایوه که شما هر کدوم انجام بدید اینا رو هم یه سکه مضاعفی بهتون میده. برای مثال الان توی دریم لیگ لایو به من گفته که 2 تا بازی رو ببر 15 تا بهم کوین میده اگه ببرم. و اینکه کلا 4 تا بخش اضافه شده به بخش چالش، 4 تا بخش شده که این 4 تا بخش هم کلی مأموریت گذاشته، میشه گفت مأموریت گذاشته که اگه اون مأموریت ها رو انجام بدید بهتون سکه مضاعف میده. و اینکه بخش آخر که بخش مهمی هم به حساب میاد مکس کردن استادیومه که من تو داخل تیم لیگ 2023 استادیوم مکس کردم. الان اگه بازی تو ورزشگاه خونگی من برگزار بشه 52 تا سکه میده بهم، اما اگه استادیوم مکس نبود که میدید الان برای من تو مکس این حالت ممکن، اگه مکس نبود خیلی سکه کمتری میداد. و اینکه اینم از این آموزش. منتظر ویدیوهای آینده باشید. فعلا خدا نگهدار.